کف یا جهد؟ از اون صداش بکنم کف مثلا میاد، مثل قورباغه که از صداش میاد، شاید، نمیدونم. کف خب میدونیم که کف هم جایگاه رسمیش ویرانه ها و خرابه ها و کف آمد پیش چون دیوانه ای، گفت من بگزیدم ویرانه ای، عاجزیم در خرابی زاد من، در خرابی میروم بی باده من، گرچه معموری یعنی عمران آبادانی، گرچه معموری بسی خوش یافتم، هم مخالف هم مشوش یافتم، هر که در جمعیتی خواهد نشست، در خرابی بایدش رفتن چون مست، در خرابی جای می سازم به رنج، زان که باشد در خرابی جای گنج، عشق گنجم در خرابی ره نمود، سوی گنجم جز خرابی ره نبود، دور بردم از همه کس رنج خیش، بو که یابم بی طلسمی گنج خیش، گر فرو رفتی به گنجی پای من، اگه پای من تو گنجی فرو بره، گر فرو رفتی به گنجی پای من، باز رستی این دل خودرای من، عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست، زان که عشقش کار هر مردانه نیست، من نیم در عشق او مردانه ای، عشق گنجم باید و ویرانه ای. هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست، من گرفتم که آمدت گنجی به دست، بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر، عشق گنج و عشق زر از کافری است، هر که از زر بت کند او آزری است. آزر نام عمویه یا به قول قرآن پدر ابراهیمه که بتساز بود، آزر با رزه. عشق گنج و عشق زر از کافری است، هر که از زر بت کند او آزری است، زر پرستیدن بود از کافری، نیستی آخر ز قوم سامری. که موسی 40 روز قومش رو رها کرد، طلاهاشون رو ریختن رو همدیگه، آب کردن، یه گوساله‌ای ساختن، تو دومش فوت میکردن، صدا در میومد، شروع کردن پرستیدنش. زر پرستیدن بود از کافری، نیستی آخر ز قوم سامری، هر دلی که از عشق زر گیرد خلل، در قیامت صورتش گردد بدل. حقه زر داشت مردی بیخبر، چون بمرد و زو بماند آن حقه زر، بعد سالی دید فرزندش به خواب، صورتش چون موش و دو چشمش پرآب. پس در آن موضع که زر بنهاده بود، همچون موشی گرد آن میگشت زود. گفت فرزندش که از او کردم سؤال، که از چه اینجا آمدی برگوی حال. گفت زر بنهادم این جایگاه، می ندانم تا بدو کس یافت راه. گفت آخر صورت موشت چراست؟ گفت هر دل را که مهر زر بخواست، حشر او بر صورت موشی بود، هر زمان از حسرتش جوشی بود. صورتش این است در من می نگر، پند گیر و زر بیفکن ای پسر. دم شما.